اختراعکاری و نوآوری و با طرز و اصولهای معاصر اینتراکتیو دایر نمودن درس‌ها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر استراوشن امروز در محور اساسی فعالیت ریاست معارف شهر استراوشن قرار دارد. از این خاطر در مؤسسه‌های تعلیمی و لیسه گیمنازی‌ها منتظم آزمون چهاربینی‌های فنی بین آموزگاران، خوانندگان و کارمندان دیگر دایر کرده می‌شود. پس از در مکتب‌ها و جماعت‌های دهات انجام یافتن دور اول آزمون ذکاوت که در آن آموزگاران صنف‌های ابتدایی شرکت ورزیده، مهارت و ملکه درس‌گذاری، استفاده پرمحصولی وقت درس توسط ایونیت‌ها، نوآوری، اختراعکاری و تا با خردسالان و نورسان صنف‌های ابتدایی تلقین نمودن موضوع شرکت داشتند. امروز دور شهری آزمون ذکاوت در قصر فرهنگ به نام عبدالرحمن محمود شهر استراوشن دایر گردید. در آن آموزگاران صنف‌های ابتدایی 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غالبان منطقه‌ها از روی طلبات 5 شرط آزمون بین هم رقابت سالم نمودند. هدف برگزاری آزمون ذکاوت بلند برداشتن سویه دانش تخصصی آموزگاران صنف‌های ابتدایی، دایر نمودن درس‌های شوق‌آور و پرمضمون، در درس‌ها جاری کردن نوآوری، اختراعکاری، جستجو و دریافت لحظه‌های شوق‌آور کننده دانش آموزی خوانندگان زینه‌های ابتدایی تحصیل و استفاده بی‌محدود ایونیت‌ها با مقصد تربیت نسل آینده‌ساز ملت و شمار می‌رود. آزمون از روی 5 نمونه دایر گردیده شرکت کنندگان با استفاده از تمام واسطه امکانات‌ها صاحب نطق فصیح و برا بودن خویش در برابر زبان دولتی، دانستن زبان‌های روسی، انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی، استفاده پرمحصول از کامپیوتر و دیگر واسطه‌های تکنولوژی معاصر رقمی، نوشتن اسه و نقش‌آفری هنگام داروسازی درس‌ها به هیئت حکمان و تماشابینان آموزگار پیشنهاد نمودند. در این چهاربینی شوق‌آور آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دهه قلعه‌چکلان غالب برآمده با شاه جایزه سرفراز و حقوق در آزمون ولایتی شرکت کردن را پیدا نمودند. با غالبان افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ریاست معارف شهر استراوشن و تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. مزبوط بابازاده، فردوس عمرов، عمرجان یوسفov، شهر استراوشن، اخبار.